اما میخوایم بریم سراغ سرعت، هیجان. وقتی صحبت از سرعت میشه، آدرنالین خون هم بالا پایین میشه و البته مسابقات اتومبیل رانی که اتفاقا امشب در برنامه میدان ما دو عزیز داریم که ریاست محترم فدراسیون اتومبیل رانی هستن، جناب آقای دکتر حمید رضا مهرعلی، باعث افتخار هستش، خیلی خوشبختیم که در خدمت شما هستیم، و دیگر جوانی برومند از سرزمین خودمون ایران زمین، کوروش محمدخانی. خیلی خوش اومدید، در خدمت شما. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. درود بر شما آقای محمدخانی. مرسی. منم سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و علاقه‌مندان به ورزش موتور اسپورت و مخصوصا ورزش فرمول 1. سرعت، وقتی صحبت از موتور اسپورت و حالا فرمول 1 و این اتفاقات میشه یا حتی موتور سواری، اولین چیزی که به ذهن آدم میاد سرعت و اون آدرنالین است. جوانای بسیار زیادی هم علاقه‌مند داره. از شما شروع کنیم آقای دکتر، در خصوص رشته‌تون یه حالا کوتاه صحبت کنید، بعد می‌خوایم بریم سراغ آقای محمدخانی، بعد سوالات یکی یکی شروع کنیم. بله، خدمتتون عرض کنم که اتومبیل رانی و موتور سواری دو تا سازمان جهانی جداگانه داره تو دنیا. فدراسیون جهانی اتومبیل رانی و فدراسیون جهانی موتور سواری دو ساختار جداگانه دارن. بعضی از کشورها مثل کشور ما هم موتور سواری هم اتومبیل رانی توی ساختار یا فدراسیون جا گرفته. این خوبه یا بده؟ یه مزیتایی داره، یه نقاط ضعف. قطعا کار شما سخت میشه. بله، کار سخت‌تره. یه چیزی حدود 12-13 تا رشته ورزشی موتور سواری و اتومبیل رانی با هم دیگه یه مجموعه رو تشکیل میدن که هر رشته با رشته بعدی قوانین و مقرراتش و برگزاریش و اینا تمام متفاوته، حتی مسابقات برون مرزیش متفاوته. ما کمتر فدراسیونی داریم که 12-13 تا رشته رو تو دلش جا داده باشه و انتظارات علاقمندا، ورزشکارا، کسایی که به هر حال میخوان تو سطح همگانی یا حرفه یا قهرمانی فعالیت بکنن، انتظارا رو خب بالاتر میبره، ولی خب ساختاری ساختاره. یه مزیتایی هم داره، به هر حال همش موتور اسپورت هست و هیجان و نشاط و به قول شما سرعت و با توجه به اینکه خب تو کشور ما حدود 20-21 میلیون خودرو در حال تردده، حدود 11 میلیون موتورسیکلت شهری در حال تردده، 36 میلیون نفر زن و مرد گواهینامه رانندگی اتومبیل دارن و به نحوی با خودرو و حرکت درگیر هستن و سن جوان جمعیت، اینا همه پتانسیل بالای موتور اسپورت رو تو کشورمون نشون میده که نشونهای دیگه ای هم ما از جمله مسابقاتمون که به هر حال برگزار میشه به صورت منظم، جمعیتی که تو پیستمون میبینیم، این در حالیه که بعضی رشته‌هایی که مثل فوتبال بعضا میبینیم که جمعیت مورد انتظاری که حتی خیلی تیم‌های بزرگ داخل کشور انتظارش دارن نمیره. و بعضا با حتی تبلیغات خیلی مختصری که تو فدراسیون برای این رشته داریم میبینیم که پیست ما جایگاه تماشاگرمون در حد چند هزار نفر پر میشه. چند هزار نفر دقیقاً؟ ما در پیست تهرانمون حدود 4000 نفر گنجایش داریم و تو بعضی از مسابقاتمون که پیست‌های محلی و بومی تو استان‌ها هستن، مثل مسابقات موتورکراس که تو سطح دنیا هم همینه، مسابقات ما موتورکراس قهرمانی جهان موتورکراس هم در کیش فکر کنم در چند ماه پیش رو خواهیم داشت. افتخار دیگری است در برگ زرین فدراسیون اتومبیل رانی و حالا در مورد اون هم با هم مفصل صحبت خواهیم. در خدمتتون. ضمن که خب تصاویری هم که امکان پورتالاش هم تهیه کردن مربوط هستش به مسابقات سرعتی که اگر اشتباه نکنم به هر حال در پیست آزادی بروز شما به ما دقیق بگین، پنجشنبه جمعه عمدتا مسابقات جمعه بود. عمدتا خب مسابقات لیگ برتر فوتبال هم که هست، این صدای موتورهایی که حالا تو مسابقات سرعت هستن میاد، یعنی اون مسیری که هوادارهای تیم‌های مختلف دارن میرن یه جورایی لذت میبرن از این اتفاق، بعضن میان و یه عبور گذرایی هم دارن. بریم سراغ جناب محمدخانی. کوروش محمدخانی علاقمندان دیگه الان میشناسنش در کشورمون، قهرمان مسابقات فرمولای در جهان هستش. 25 سال هم بیشتر سن نداره، اما در عین جوانی های دکتر به پختگی هم رسیده. ما میتونیم به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان بهش افتخار کنیم که مراحل مختلف فرمول رو طی کرده و الان هم اگر اشتباه نکنم خودش بیشتر توضیح میده که وارد آکادمی فرمول 1 شده در کاترهم. در خدمت شما هستیم. بله، مرسی. همه رو من گفتم. همه موضوع شما اشاره کردین. حالا شما بیشتر خودتون معرفی کن برای اون دسته از علاقه‌مندانی که دوست دارن بدونن کوروش مرادی، عذرخواهی می‌کنم، کوروش مرادی دروازه‌بان تیم پیکان بود. کوروش محمدخانی از کجا شروع کرده و الان به چه جایگاهی رسیده؟ من کارتینگ رو در پیست مشهد شروع کردم در 8 سالگی و
از همون سن کم به اتومبیلرانی علاقه خیلی زیادی داشتم. اون زمان پدرم هم دبیر هیئت موتورسواری اتومبیلرانی خراسان بودن و همیشه من در پیست موتوکراس، پیست موتورسواری، پیست ماشین سواری همیشه حضور داشتم و فعالیت زیادی انجام دادم. یه ماشین برام درست کردن، ماشین دونباگی که تونستم رکورد دنیا رو باهاش بزنم در سن 12 سالگی که 30 متر طول و 7 متر ارتفاع باهاش پریدم. تو همون استان خراسان؟ در مشهد. بله. خب و در مسابقه کارتینگ استانی و کشوری شرکت کردم که مقام‌های زیادی داشتم. در سن 16 سالگی به کشور انگلستان رفتم، درسم رو خوندم، لیسانسمو گرفتم در رشته مدیریت و سرمایه‌گذاری بانکی. اتومبیلرانی مراحل مختلف اتومبیل رو در فرمول فورد، فرمول رنو، فرمول 3، فرمول 2 طی کردم. مقام قهرمانی اروپا 4 دوره به دست آوردم، مقام جهانی به دست آوردم با فورد. جزو 20 از بهترین راننده‌های برتر دنیا انتخاب شدم به خاطر مقامی که داشتم. در فرمول 2 شرکت کردم، مقام اینجا داشتم و در آکادمی فرمول 1 کیتروم بالاخره قبول شدم و یه سری تست های زیر نظر اونا انجام دادم که الان تونستم در آستانه ورود مسابقات فرمول 1 هستم که فقط باید یک جوازی رو به دست بیارم، سوپر لایسنس رو که یه شرایط خاصی رو داره که باید لایسنس رو به دست بیارم که بتونم به امید خدا و با همکاری تمام افرادی که در این موضوع دخیل هستن بتونم در مسابقات فرمول 1 شرکت بکنم. پس من اشتباه نگفتم، اگر وارد فرمول 1 یا همون فرمول وان خودتون که میگین بشی، اولین ایرانی و اولین مسلمانی هستی که در فرمول وان رانندگی میکنی. افتخاری آقای دکتر برای ما. در این خصوص اگر نکته هست شما میتونید وارد بحث بشین. خدمتتون عرض کنم که مسابقه خوشحالیم دیگه الان هممون. من که خوشحالم به عنوان اینکه بله. یه جوال، من 35 سالمه، 10 سال اختلاف سنی داریم. شاید بگن خیلی آقا خوب موندی و اینا، واقعا نمیخوره. آره، ولی من افتخار میکنم اینکه یه جوون 25 ساله دارم که به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان در فرمول 1 میخواد در آینده رقابت کنه. شما هم قطعا خوشحالید. حتما همینطوره. ببین فرمول وان تو یکی از مسابقات بسیار بسیار سطح بالای ورزشی دنیاست که اولا ورود بهش یه پیچیدگی‌های خاصی داره و به این راحتی‌ها نیست و همینطور برگزاری و میزبانیش هم به این راحتی‌ها نیست. خیلی از کشورها هستن پیست فرمول وان با هزینه‌های زیادی که مینیمم 70-80 میلیون حاشیه‌نشین‌های خلیج فارس یکی یه دونه دارن. بله دارن. ترکیه استانبول پیست فرمول وان داره ولی مسابقات فرمول وان داخلش برگزار نمیشه. هنوز مجوز لازم و یه شرایط خاصی داره. یا به عبارتی میتونیم بگیم که اگر یه اصطلاح عامیانه ترش رو به کار ببریم، گرفتن برگزاری مسابقات فرمول وان خودش یه مافیایه. یعنی عددهای نجومی رد و بدل میشه، یه قوانین مقررات پیچیده خاص برگزاری داره، شرایط خاص اجتماعی سیاسی رو میطلبه که باید FOM که مرکز برگزاری جهانی فرمول وان هست تایید بکنه. هنوز ترکیه با اینکه این همه هزینه کردش برای ساخت پیست فرمول وان موفق نشده. خلیج فارس که فرمودیم بحرین و ابوظبی دارن که ابوظبی که زیباترین پیستا و فنی ترین پیستای فرمول وان دنیا رو داره و هر سال یه راند برگزار میشه. مسابقات فرمول وان همین راند اولش 2015 فکر میکنم یه هفته 10 روز دیگه در استرالیا استارت میخوره. هر 2 هفته یه بار همه این تیم و لوجستیک و اینا موو میکنن، منتقل میشن به کشور دیگه ای که قرار استرالیا میشه اگر اشتباه نکنم فرمول 1 شروع میشه. نه هفته دیگه. هفته بعده. هفته بعد. خب بله. لوجستیکش بسیار سنگینه. کسی که تازه گواهی لایسنس رانندگی مسابقات فرمول وان رو میگیره دلیل نمیشه که تیم‌ها بپذیرنش. بله. تیم هایی که تو مسابقات فرمول وان هستن یه مبلغی رو شارژ میکنن راننده رو، شما گواهینامه میگیری، بعد از 1 سال دوره و تست های مختلف رو میگذرونی، بک‌گراندت مسابقات فرمولا تو فرمولا 2 3 و حوزه‌های دیگه هستش که تونستی به این سطح برسی. تازه باید باز یه مبلغی رو در حد مبالغ بالای $1,000,000 پرداخت بکنی به تیم ها که بپذیرند یکی از راننده های تیمشون بشی. عجب. بعد از اینکه تو مسابقات شرکت کردی، اگر خودت تونستی نشون بدی تو رده‌های مثلا اول تا ششم هفتم جدول مسابقات فرمول وان تو هر یکی از این مسابقاتی که در سال 2 هفته بار برگزار میشه قرار بگیری، کم کم تازه میان سراغت با قرارداد مالی می‌بندن. تمام هزینه‌هایی که در طول به اصطلاح کسب تمرین‌ها و گواهینامه مختلف کردی شخصا تازه از اون بعد جبران خواهد شد. بنابراین ما امیدواریم که کوروش بعد از اینکه گواهینامه رو گرفت تازه باید یه تیم براش پیدا بکنیم، باهاشون مذاکره بکنیم که کوروش رو بپذیره. یعنی شما بعد این کار فدراسیون این کارو باید بکنه یا نه خودش مستقل با میتونه تقبل کردن هزینه پرداختی به اون تیم یه هزینه هم باید پرداخت بشه که کوروش رو به عنوان
یکی از راننده هاشون بپذیرن. خب این کار بر عهده شما فدراسیون یا خود کوروش باید مستقل عمل کنه؟ معمولا به صورت تو فرمول 1 یعنی صحبت از حمایت هست که میخوام ببینم کوروش محمدخانی مورد حمایت قرار میگیره نمیگیره؟ تو اتومبیل رانی 2 تا محوره که نقش کلیدی داره، یکی راننده، یکی سازنده. راننده کسی که مهارت‌های لازم داره، گواهینامه و تمرین و تجربه حرفه‌ای مثل کوروش. سازنده شرکت‌های خودروسازن مثل خدمت کنم مرسدس، مثل مکلارن، لوتوس. اینا تیم میان تشکیل میدن، همه هزینه‌های سنگینی که فرمول 1 داره تقبل میکنن برای اینکه مثلا خودشونو به لحاظ قابلیت‌های فنی محصولشون رو تو سطح دنیا نسبت به رقیبای دیگه خودروساز مطرح بکنن. این پرانتز کوچیک من باز کنم. البته این اتفاق توی کشور ما نمیفته. مثلا اینجا یکی از شرکت‌های خودروسازی میگه آقا مثلا مدل 147 من فردا صبح دیگه میاد، یه صف طولانی بسته میشه. عملا شرکت‌های سازنده خودرو هم میگه ما که نیازی نداریم تا میگیم صفحه بسته میشه، پس برای چی بیایم ماشین در اختیار کوروش بزنیم که کوروش بره مثلا قهرمان بشه، بعد مثلا ما در رقابت شرکت الف با شرکت ب مثلا برتری الف پیدا کنه نسبت به. تایید می‌فرمایید؟ دقیقاً همینه. بله همینطوره. حالا به هر حال با توجه به اینکه رقابت توی خودروسازی داخل کشور وجود نداره، یا به مفهومی که شما گفتین به مفهوم دیگه میشه انحصار، به همون خاطر خودروسازی داخلی ما انگیزه‌ای ندارن هزینه‌هایی که صرف میکنن میلیاردی توی مثلا فوتبال و آخرای جدول همیشه دست و پا میزنن. بعید میرسه که مثلا یه تیم خودروسازی سالهاست که ما ندیدیم با همه این هزینه‌ها حتی مثلا اول تا سوم بشن، خیلی بعید بوده. ولی با هزینه‌های خیلی کمتر از این توی اتومبیل رانی که رشته شونه و میتونن قابلیتاشون رو به هر حال نسبت به رقیبشون نشون بدن، با 1/3 از هزینه‌های یه تیم لیگ برتریشون ما قول میدیم تو فدراسیون براشون قهرمانی آسیا میگیریم. ما تو رالی همین تقریبا 25 روز قبل قهرمانای ما برای اولین بار تو تاریخ اتومبیل نایب قهرمان رالی خاورمیانه شدن. بله. تو قطر. و این نشون از استعداد بچه‌های ایرانی، جسارت و شجاعتشون. دریچه‌های مربوطه تو این حوزه بهشون باز نبوده. من گفتم هفته قبل توی مصاحبه داشتیم که مثل یه سری بچه شجاع که خیلی هم علاقمندن ولی به شنا، ولی توی حوزی توی حیات یه خونه آبتنی فقط میکردن، نه استخر میدونستن چیه نه دریا میدونستن چیه، اما جسارت و مهارت لازم رو داشتن. ولی این دریچه ها به روی اتومبیل رانی کم کم داره باز میشه. اگر ما مذاکراتی رو کردیم با اسپانسرایی که یعنی قطری‌ها خیلی براشون جذاب بود، تو همون مسابقات قطر ما کوروش هم بردیم اونجا و با نایب رئیس فدراسیون جهانی اونجا مذاکراتی رو داشتن، با رئیس فدراسیون قطر مذاکراتی رو داشتیم. اونا براشون خیلی جذاب بود که اینو به عنوان پروژه فدراسیون ایران و فدراسیون قطر ببریم جلو. اولین راننده مسلمان فرمول 1 که حالا ایرانی هم هست. درود بر شما. ما تقاضای پیرو این جلسه به جناب آقای دکتر گودرزی وزیر محترم ورزش جوانان نوشتیم و منتظریم که ایشون ان شاءالله مساعدت بکنن، کوروش بتونه به عنوان راننده ایرانی با اسم ایران، پرچم ایران شرکت کنه، اسپانسرها قطری باشن. 2 تا کشور یه نامه آقای دکتر گودرزی قرار بنویسن. یه نقطه همینجا بذاریم تا ابتدای نامه. ما یه بخشی رو همکاران پورتالاش هم رفتن از همون مسابقاتی که پیست اتومبیل رانی داشتیم روز جمعه سرعت آماده کردن، می‌بینیم. برمیگردیم در خصوص نامه شما صحبت کنیم و می‌خوام در خصوص اتفاقات و سقف آرزوهای کوروش هم صحبت کنیم. ببینیم. چطور مسابقه؟ عالی بود. رقیبان خوب بودن. مسابقه خوبی بودش. آخرین مرحله مسابقات سرعت بود. همه چی رو برو. الحمدلله خوب بودش. شما خودتون از عملکرد خود راضی هستید؟ فکر می‌کنم چون ماشین من 1400 تو مسابقه 1400 تایم 2 بردم. این مسابقه هم که سوم شدم. مسابقه خیلی خوبی بود، مخصوصا به خاطر دمای هوا و اینکه برای شرکت کننده نسبت به مسابقات قبلی خیلی بیشتر اومده بودن.
سطح مسابقات این دفعه خیلی بهتر بود از سری‌های پیش. عالی‌تر بود. نحوه برگزاری هم بهتر بودش. ان شاءالله که روز به روز بهتر بشه. نه الحمدلله خوب بودش. نسبت مسابقات گذشته خیلی خوب بود. بچه‌ها بیشتر استقبال کرده بودن. امروز هم برای من روز خوبی بود. بد نبود. نفر اول کلاس 1400 نفر اول کلاس 1600 جی. خوب بوده دیگه آقا. پس بعد 100 فنی مسابقات داره شرکت کننده همه چی رو برو بودیم. خدا رو شکر نسبت بقیه مسابقات که تو سال برگزار شد این مسابقه خب خیلی بهتر بود. محل پایانیش هم بود فکر کنم حساسیت خاصی داشت. خب این مسابقه که امتیاز قهرمانی نداره. این مسابقه بزرگسال قاعدتا امتیاز قهرمانی نداره ولی خب قاعدتا همیشه بیشترین شرکت بچه‌های ما توی این مسابقه دارن. حد نهایت که توی این پیست میتونیم با این ماشین سرعت ببینید چقدر؟ ببین این ماشینا اند اسپیدش پایینه برای این پیست، یعنی واسه 400 متر طراحی شده. شما نمیشه بیشتر از 180 90 تا رفت اینجا. میرین حالا 180 بله قربان بله. این کاش فدراسیون فکری بالا سکو تماشاگران میکردن اینجوری پشت سرشون بنده خدا اینجوری قشنگ میشستن سر جاشون مسابقات خیلی قشنگ نگاه میکردن مسابقات شما رو. مال سکوی تماشاگرا که ان شاءالله به زودی درست میشه. اما چند سال میگم به زودی اینا چند سال بالاخره آسفالت پیست ما درست شد. ان شاءالله درست شد. بله. و همینجوری که مشاهده میکنید کلاس آزاد داره میاد رو خط استارت. بعد از مدت‌ها بچه‌ها ماشیناشون آزاد شده تقریبا و زحمتشون کشیدن اومدن امروز یه رقابت خوب و شاهد بشه. اوج حساسیت کلاس آزاده دیگه. اوج حساسیت کلاس آزادمون که تمام راننده‌های به قول معروف اسم رستار و مدعی قهرمانی حضور دارن. همه نامبروانای ایران هستن امروز. نه بعضی از دوستان ماشیناشون حاضر نشده. ان شاءالله در مسابقه بعدی شاهد این هستیم که دوستان با ماشیناشون حضور دارن. سال دیگه مسابقه دیگه که نیست، رفت سال ان شاءالله سال دیگه در خدمتتونیم. دوم شد درسته؟ نه دوم شد. یکی رفت بیرون اوت که دیفرانسیلش خورد شد. خب پس دوم شدم. تبریک میگم بهتون. قربون شما. چطور بود مسابقات؟ خیلی خوب بود. بعدم بود خیلی خوب بود. عرض بزرگ شما که منتها یه خود تعدادمون کم بود. ماشیناشون بچه‌ها آماده نشده بود. دو نفر که اوت کردن تو مسابقه. آره. همون تعداد اول شد درسته؟ بله قربون. تبریک میگم بهتون. مرسی. چطور مسابقات؟ خوب بود بعد نبود. یه رقابت تنگ و تنگی داشتید. رقابت که چه عرض کنم بالاخره چش خدمتش هست. خب کلیات مسابقات صحبت کنم. مسابقات آزاد اوج هیجان. دو تا ماشین هم اوت کردن. البته یه ماشین خیلی خوب داشت ولی دیفرانسیلش خورد شد بنده خدا. تو مسابقات پیش میاد بالاخره دیگه همیشه همین بوده دیگه. تو مسابقات این ماشینا چون حجم موتورشون خیلی زیاده یه وقتی خیلیات پیدا میکنن دیگه. راضی کننده بود واسه جان راضی کننده بود واسه بعد نیست ما مسابقه عادی شده دیگه 10 15 سال دیگه همیشه هستیم خدمت. ای کاش یه ذره ماشینا دیگه هم آماده میشد تعدادتون بیشتر بود. متاسفانه ماشینا کم بودن. حالا سری بعد ان شاء الله بچه‌ها میان. شبتون بخیر باشه همراهان مجله تصویر ورزشی میدان. اما آقای دکتر در خصوص نامه که شما فرستادین و نوشته شده از سوی فدراسیون اتومبیلی برای جناب آقای گودرزی به هر حال وزارت ورزش و جوانان قطعا و کمیته ملی المپیک میتونه حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد حمایت‌های بسیار بسیار خوبی از کوروش محمدخانی داشته باشه. در خصوص اون نامه اگر نکته هستش بفرمایید. پیشنهادی ما دادیم پیرو صحبتی که با رئیست فدراسیون اتومبیل قطر داشتیم مبنی بر اینکه مکاتبه بشه با وزیر ورزش و جوانان قطر در رابطه با پروژه مثلا اولین راننده مسلمان فرمول 1 که کوروش محمدخانی باشه که کوروش بتونه با پرچم ایران و به اصطلاح اسم فدراسیون ولی با اسپانسرهای قطری توی مسابقات فرمول 1 شرکت بکنه. یعنی هزینه‌هاش رو اسپانسرهای قطری بپردازن ولی از طرف فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی و FIM اینا معرفی باشه و بتونه توی یکی از تیم‌ها جا بگیره. میدونید که مسابقات فرمول 1 بیننده خیلی زیاد داره. کپی رایتش بین 210 تا کشور فروخته میشه. جمعیتی که خود فدراسیون جهانی همیشه اعلام کرده هر سال هر 2 هفته یه بار 3 میلیارد و 100 میلیون نفر میبینن این مسابقات، یعنی پول میدن و میبینن. در حقیقت من جام جهانی رو شما اطلاعات فوتبالیت بالاتر هر 4 ساله بار 3 میلیارد خورده میلیون نفر میبینن. مسابقات فرمول 1 وقتی شروع میشه هر 2 هفته یه بار حدود 3 میلیارد نفر این مسابقات رو پول میدن و میبینن. بنابراین اگه بتونه کوروش ان شاءالله با کمک وزارت ورزش و به هر حال
اسپانسرای ما دوست داریم بیشتر ایرانی باشن. شرکت ملی نفت 2 تا تیم فوتبال داره، من نمیدونم سال 20 میلیارد چقدر هزینه‌شون میکنه، یا ایران خودرو، سایپا. به راحتی یه مجموعه اگه اراده شکل بگیره خیلی از نهادهای اقتصادی میتونن و میتونیم کوروش رو امیدواریم این خودمون اتفاق ببریم. بیفته. حامی مالی کوروش در مسابقات فرمول 1 در جهان یک شرکت باشه. ایرانی باشه. اگر نبود به هر حال راه دوری نمیره. چند سال بعد قطعا ایرانی‌ها میان ازش حمایت میکنن. اما میخوایم بریم سراغ کوروش. اینکه الگوت کی بوده کوروش تو مسابقات سرعت؟ من به تک تک راننده‌های فرمول 1 احترام میذارم، چون میدونم چه مراحل رو طی کردن و چه سختی‌هایی رو پشت سر گذاشتن که بتونن به فرمول 1 برسن. ولی همیشه از مایکل شوماخر خیلی خوشم میومد. الان وضعیت عمومیش خوب شده؟ نه هنوز از کما بیرون اومده، ولی هنوز شرایط خوبی نداره. خیلی ناراحتی؟ قطعا خیلی ناراحته و مطمئنا دعا میکنم براش همیشه که زودتر بهبود پیدا بکنه. بعد از شوماخر همیلتون و آلونزو. لوئیس همیلتون، فرناندو آلونسو. خب بس از همه کشورها داره یه دونه الگو. اما برسیم به اینکه سقف آرزوهای کوروش، یعنی اینکه میخوای قطعاً بعد از اینکه به فرمول 1 راه پیدا کنی دور از دسترس نیستش، با توجه به استعداد بالایی که داری. آقای دکترم همینجوری داره تعریف میکنه از شما، ما افتخار میکنیم بتونی جزو برترین هم باشی. من هدف اصلیم همیشه قهرمانی در مسابقات فرمول 1 بوده، قهرمانی پیاپی در مسابقات فرمول 1 و الان هم خودم شخصا شاهد زحمت‌های خود آقای دکتر و گروه خیلی قوی داخل فدراسیون موتورسواری و اتومبیلی کشورمون هستم که چقدر دارن فعالیت‌های زیادی انجام میدن و گروه واقعا قدرتمندی هستن. چه انتظارایی داری آقای محمدخانی؟ انتظارات که من نمیتونم انتظار خیلی زیادی داشته باشم، چون الان کارهایی که داریم انجام میدیم واقعا همه بر اساس اون انتظارات هست که من رو همه جوره حمایت کنن توی مطبوعات، معرفی برای اسپانسرها، سرمایه‌گذارهای شخصی، شرکت‌های مختلف، شرکت‌های دولتی و همه شرکت‌ها که همونطور که می‌دونید الان داره این کارا انجام میشه و قطعاً با این بحث فراهم کردن این بستر میشه شرایط حضور من در مسابقات فرمول 1 و گرفتن سوپر لایسنس برای حضور مسابقات فراهم بشه. پس نسبی مورد حمایت قرار میگیری؟ بله قطعا، و تازگی دست فدراسیون خیلی با فدراسیون فعلی که جناب دکتر ریاستش به عهده دارن خیلی حمایت زیادی. بعد میدونی که الگو هستی برای جوان‌ها دیگه. جوان‌های ایرانی با توجه به آماری که آقای دکتر دادن خیلیشون گواهینامه دارن، به صورت قانونی پشت اتومبیل میشینن، هر سرنشین یک خودرو داره در حال حاضر، ترافیکی که خب به حال ما تو پایتخت حداقل می‌بینیم. و اینکه فکر کنیم فرهنگ‌سازی اتومبیلرانی از طریق کوروش محمدخانی که الگو برای جوان‌ها هستش به چه شکلی میتونه صورت بگیره؟ من به تازگی به عنوان سفیر حمایت اکشن فور رود سیفتی که امنیت جاده‌ها و خیابان‌ها در رده بین‌المللی هست انتخاب شدم و در سطح جهان چقدر خوب؟ بله و سفیر و نماینده فدراسیون. خب افتخار دیگه است آقای دکتر. بله همینطوره. ببینید یه بخش مهمی البته فراموش نکنید صحبتتون، من خواستم آقای دکتر جهانی اتومبیلرانی یه وظیفه که به فدراسیون‌های کشورهای مختلف گذاشته و به عنوان شاخص اینا رو ارزیابی میکنه هر سال، بحث رود سیفتیه، یعنی ایمنی جاده‌ای. 10 تا قانون طلایی به اصطلاح هستش که تمام فدراسیون دنیا الان سال منتهی به هر حال ایام سفر نوروز ما داریم و اینکه الان شما به عنوان الگو کوروش میتونی تاثیرگذار باشی. صحبت‌های شما رو میشنویم بعد کوروش ادامه. خواهش می‌کنم. اون 10 تا قانون طلایی همش ناظر بر کاهش حوادث جاده‌ایه و این نسبت مستقیم مثلا ترویج این که کمربند ایمنی حتما بسته باشه، تو هوشیاری رانندگی بکنیم، تو خواب آلودگی نباشیم، شب مواظب باشیم، بچه‌ها رو سرعت رو رعایت کنیم. بله 10 تا قانون طلایی اینا رو تمام قهرمانایی که تو رده‌های مختلف مسابقات رالی، فرمولا، سرعت، دریفت و غیره شرکت میکنن، موقع توزیع جوایز مسئول هستن که به اصطلاح ترویج بکنن این قوانین طلایی. یه سفرایی هم داره از بین ستاره‌های اتومبیلرانی، کسایی که ستاره میشن بله انتخاب میشن به عنوان سفیر رود سیفتی تو دنیا. ما 4-5 دقیقه فرصت داریم. کوروش میخوام در خصوص این فرهنگ اتومبیلرانی و اینکه سفیر بین‌المللی شدی، امنیت خیابان‌ها و جاده‌ها، در مورد این فرهنگ‌سازی صحبت کن. عرض کردم جوونا خیلی الگو برداری میکنن. الان مخصوصا با توجه به اینکه شما هم دیگه اشاره کردید تو رسانه‌ها دیگه خیلی میشه گفتش که شما بولد شدی و میشناسن دیگه جوونا و حتی مردم ایران زمین. درسته. من خودم به عنوان یک جوان که علاقه‌مند به سرعت هستم و این اجرانی که شما گفتین خیلی دوست دارم، جوانای خیلی زیادی هستن که همه به سرعت علاقه دارن و اون علاقه و عشق خودشون رو جایی ندارن که بتونن اونو خالی بکنن و در خیابونا رانندگی میکنن. بیشترین سرعتی که رفتی چقدر بوده؟ 310 کیلومتر توی پیست. بله. توی سطح مثلا حالا خیابون. من که در پیست با 310 کیلومتر رانندگی میکنم علاقه زیادی ندارم که تو خیابون با سرعت رانندگی کنم. دوست دارم با آرامش رانندگی بکنم. چقدر رفتی؟ عدد بده. سرعت قانونی. سرعت مطمئن باشم. بله. این جریمه نشدید حالا؟
جریمه نه. مطمئن باشی می‌بینم آقای دکتر. ممکنه دوربین با 4 کیلومتر در ساعت مثلا بیشتر مثلا من سرعت من گرفته، ولی سرعتی که بخواد واسه خطر باشه نه. برام به خاطر اون علاقه‌ای که بین جوونا هست دوست دارم به عنوان یه الگو باشم برای همشون، که به همشون بگم هر چیزی جای خودش رو داره. منم خودم جوونم سرعت دوست دارم، ولی برای رانندگی در سرعت بالا جای مورد که فراهم شده برای اون کار رو انتخاب میکنم. الان استعدادیابی هم صورت میگیره دیگه کوروش در زمینه اتومبیلرانی. برام فدراسیون دوباره یک قسمتی رو بحث کمیته آموزش آقای لاردی یک برنامه رو آماده کردن برای استعدادیابی که من هم مسئول مسئول چقدر جالب، یه فرد 25 ساله خودش مسئول استعدادیابی هم هستش. اتفاق بسیار خوبی میتونه باشه. فعالیت‌های خیلی زیادی الان قراره به زودی شروع بکنیم و فعالیت‌ها رو انجام بدیم که بشه این استعدادیابی انجام الان بشه. داریم استعداد شروع شده یا اینکه تازه برنامه شروع نشده، در حال درست کردن برنامه خیلی خوب هستیم که به زودی استعدادیابی شروع بشه و بتونیم، چون قطعا استعدادهای خیلی زیاد می‌بینیم کشورمون در هر زمینه‌ای هر ورزش متفاوت استعدادهای خیلی زیادی داره، مخصوصا اتومبیلرانی که علاقه خیلی بهش زیاده، استعدادهای خیلی زیادی وجود داره و امیدوارم بتونم با این تجربیاتی که همیشه به دست آوردم در کشورهای مختلف در بالاترین سطح اتومبیل دنیا رانندگی کردم، امیدوارم بتونم این تجربه رو در اختیار جوانان قرار بدم، اونایی که علاقه‌مند هستن، و بتونیم کسایی مثل کوروش محمدخانی که تونسته برای کشور از اون افتخار بیاره پرورش بدیم. من میخوام صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنوم، اما قبل از اینکه بریم سراغ صحبت‌های پایانی کوروش محمدخانی میخوام اشاره کنم که کوروش محمدخانی در هر مسابقه‌ای که شرکت کرده رنگ اتومبیلش رنگ پرچم مقدس کشورمون بوده. افتخار می‌کنیم به جوان‌هایی که شاید به حال حالا توی انگلیس، توی لندن شرایط نوجوانی و جوانیشون های دکتر سپری کردن برای سپری کردن تحصیلات عالیه و حتی رسیدن به جایگاه‌های خوب ورزشی، اما هنوز اون فضای به هر حال همبستگی، اون ارق ملی و اون شرایط اصالت خودشون رو فراموش نمی‌کنن. من خودم به نوبه خودم تبریک میگم به کوروشی که همیشه اصالت خودش رو حفظ کرد. صحبت‌های پایینی شما رو بشنویم، بعد می‌خوایم بریم سراغ اون دو تا دستاورد بزرگ در سال 94 رو خداحافظی کنیم. من همیشه پیشنهادهای زیادی از کشورهای دیگه هم داشتم زمانی که وارد مثلا مقام‌های اروپایی به دست آوردم. با فعالیتایی که الان جناب دکتر و فدراسیون دارن انجام میدن واقعا خوشحالم که سر عقیده‌ام وایستادم و همیشه با پرچم ایران شرکت کردم و همیشه افتخار آوردم برای کشورم و همیشه افتخار می‌کردم که یک ایرانی برای اولین بار و تنها ایرانی تونسته در بالاترین جایگاه اتومبیلرانی که خیلی جایگاه بزرگی هستش رانندگی بکنم و همیشه پرچم ایران رو به اعتزاز در بیارم. درود بر شما. و صحبت پایانی این هستش که خیلی واقعا جا داره واقعا از تمام کسایی که منو حمایت کردن، از فدراسیون که خیلی الان داره زحمت میکشه و بستر رو فراهم کرده، جایگاهی فراهم کرده که من بتونم این حالا دیگه از یک آرزو و از یک خواب برای من خیلی فراتر هستش دیگه، به عنوان یک واقعیت دارم بهش دست پیدا میکنم و این جایگاه رو فراهم کردن که من بتونم به این هدف نزدیک بشم و کسایی که خانواده‌ام، پدرم همیشه منو حمایت کردن و بالاخره حامیای مالی و حامیای غیر مالی هم زیاد داشتم در طول زندگیم و کسایی که منو واقعا باور داشتن از صمیم قلب، چون این کار وقتی به عنوان تنها و اولین شخص در یک زمینه میری خیلی مهمه که افراد خاصی تو رو واقعا باور داشته باشن و ایمان داشته باشن به تو که تو میتونی این کار رو انجام بدی و این باور و این ایمان همیشه من رو به جلو هل داده و واقعا جا داره از همشون تشکر کنم که اگر با زحمات افرادی مثل آقای دکتر و خانواده‌ام، پدرم، حامیای مالیم که به تازگی من رو حمایت کردن که تونستم در تمرین‌های آکادمی شرکت کنم که در پیست ابوظبی زیر نظر آکادمی رانندگی کردم. اگر این حمایت ها نبود و این باور ها نبود من هیچ وقت نمیتونستم به درود بر یک درصدی از این جایگاه رو هم شما کوروش محمدخانی عزیز آرزو موفقیت برات می‌کنیم. اما آقای دکتر ما 2 دقیقه می‌خوایم برسیم به عملکرد فدراسیون در سال 94. 2 تا دستاورد بزرگ داریم، شما توضیح بدین توی بازه زمانی 2 دقیقه ممنون میشم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاد اتومبیلرانی از بنبست خارج شد. اونم به این مفهوم بود که ما تا به حال تو تاریخ اتومبیلرانی هیچ ایونت و رویداد ورزشی که تو تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده باشه نداشتیم. اگر ما بخوایم کرسی‌های بین‌المللی تو به اصطلاح ساختار فدراسیون جهانی بگیریم، یکی از شرطاش اینه که شما یه ایونت بین‌المللی که ثبت شده باشه تو تقویم فدراسیون جهانی دارید. میگیم خب نه نداریم، 40 سال اتومبیلرانی داریم ولی هیچی نداریم. میگن خب پس می‌خوای بیا اینجا تو فدراسیون جهانی چیکار کنی؟ ما رالی خاورمیانه رو تو شیراز مرحله کاندیداتوریشو برگزار کردیم و موفق شدیم در شرایطی که ابوظبی هم 2014 کاندید بود و نتونست پوینت‌های لازم رو به دست بیاره، ما امتیازات لازم رو گرفتیم و وارد رالی خاورمیانه شدیم. خوب. ایران به عنوان یکی از راندهای رالی خاورمیانه تقویم فدراسیون جهانی ثبت شد.
در سال 2015 رسما 15 تا 19 اردیبهشت ما تیم‌های مختلف شمال آفریقا و خاورمیانه میان در شیراز. هر سال این اتفاق رالی شیراز دیگه برگزار میشه به عنوان یکی از راندهای رالی خاورمیانه. حدود 9 تا تیم تا الان ثبت نام کردن. ما فکر می‌کنیم تا 15 تا تیم تو شیراز اردیبهشت ما که فصل‌های خوب شیراز هم حضور پیدا کنن. اتفاق بعدی که افتاد این بود که بلافاصله ما یه تیم اعزام کردیم به اولین راند رالی خاورمیانه 2015 به قطر و خود بچه‌ها باورشون نمیشد که اونجا تو مصاحبه مطبوعاتی هم ازشون میپرسیدن، تلویزیون‌ها مطبوعات میگفتن ما اومدیم فقط تجربه به دست بیاریم، اولین بار اومدیم. ولی خوشبختانه نایب قهرمان گروه خودشون شدن و به عنوان بهترین تیم خارجی تیم ایران شناخته شده بود. یک کاپ ویژه گرفتن. با اینکه ماشینامون ماشینای اجاره‌ای بود، ما سوبارا ایمپرازا اونجا اجاره کردیم برای 4 روز. $40,000 به اتفاق یه تیم مکانیک که باید باشه، 10 تا لاستیک برای هر ماشین، اینا اجاره‌ای بودش. امیدواریم که بتونیم با حمایت خودروسازی داخلی با خودروهای خودمون بریم توی این مسابقات شرکت. اتفاق بعدی اینو بود که تو حوزه موتورسواری ما موافقت فدراسیون جهانی موتورسواری گرفتیم برای موتوکراس جهانی 2016 در کیش میزبانی گرفتیم. درود بر شما. که منتقدات کیش جناب منصان خیلی خوب کمک کردن. نماینده فدراسیون جهانی اومدن، واقعا خودش گفت شگفت زده شدن از امکانات کیش و هتلاش و فضا و اتمسفرش و اینا و خیلی خوشحال بود. سال بعد همین موقع ها 94 همین موقع که اوایل 2016 است ان شاء الله میزبانی موتوکراس جهانی رو خواهیم داشت ان شاء الله. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر و کوروش محمدخانی عزیز. امیدواریم سری بعد که در شبکه تلویزیونی ورزش برنامه میدان شما رو ببینیم، تصاویری که در فرمول وان حالا یا هر جای دیگه هم که شرکت می‌کنی برای ما بیارید، واقعا تصاویر خودت رو به نمایش بذاریم و افتخار کنیم به یک پسری که انقدر نجیب و شیک و مجلسی میاد اینجا میشینه و مأخوذ به حیا هستش و زیادم به قول خودشون شوآف نداره دیگه، خیلی خاکیه مثل ما خود ایرانی. درود بر حمایت شما ان شاء الله. درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم. اما می‌خوایم بریم سراغ رشته دیگر. یکی دیگر از پسران افتخار آفرین ایران زمین در رشته فوتسال رو دعوت کنیم. هفته 25 لیگ با 7 بازی لیگ برتر فوتسال برگزار شد. اتفاقا نتایج خوبی هم به دست اومد.